مستانه لحظه از زندگی را می‌بیند که از آن امید خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی 2 روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لطوکوب کرده به عیب بی‌باکیرگی از خانه بیرونش ساخت. ورد اول من به گردن که نگرفتم تو چند زدم تا گوش فقط بنگس میکنه. این سرم میگه که سرد تقسیم شده بسیار طرف چپم زده بخواد. نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه دسته که تاوش میته. که بگوی میگوی نگوی وزم جلی چی صفایم در بیرون میکنم اولش که موها پا گذار لیسی میکنم. تو چندی که مرا زد من دیگه توقع نکردم بنیم خون اومده. بعد نشین من گفتم بگم یکم چی نمیکنی گفت که نه. من گفتم خکی و خوبی که نمیشه نه بگندگی مایل من میگم ما قطعیم ادام سوزت چی کاری میکنی بک. و نکی گفتم من گپی که من میگم سر ما اکسپرتیز گفتم میرم برای من خودم باوری دارم. یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی آن روز نرهیده است. نه میرم کوچه دفتر میگردم نه که آدم نه بچه سلام میده خیال میکنم آدمه تمام خیلی بگوی که خدمت کم تا چی بگیرم که نه دیگه آدمه نمیشه. او را طبیبان تشخیص کردند و بیگناه برآمد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشمی والدین که به بخت او میگیرند او را ناراحت میکند. نه 1 سال 1 ماه میشه 1 معرکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکی هم گپ میزنن منش ورداش نمیکنه. چه من نمیرم یا که نه تم 1 ساله ها 1 ساله نمی خونه از ور باشه 10 روزه 15 روز. بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از معرکه های خرسندی و ماتم دور شد. به گفته مستانه پدرش تا حال سندهای تشخیص او در دست در بدری مقامات میگردد. فرزندت بره آروب نمیلیزه. نکی یه زیلی است که تو تمام اهل اویلت کورا میکنه. که جای در که میره کی بود این نوسته خلیفه کیه نوسته سید ابروره. در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکره بودن عروس از واجبات تأسیسی عائله است. آن را تا اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بیناان 1 سال است پدری مستانه تلاش دارد با امداد مقامات کسانی را که به دخترش به قول او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبران ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد. اساس از همین چی ما هم یکم ادم جزاش ببینده دیم دفعه با یاد دختر دیگر حیوچن است. نه خیلی بگو شوهر نه. یه آدم اگر 10 سالم که بزگره یه آدم جزاش که نبینه من کار نمیکنم.